به نام خدا. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و امیدوارم اوقات خوبی رو در حال سپری کردن باشید. خب با تحلیل سوالات درس سلولی مولکولی زیرگروه 3 علوم آزمایشگاهی سال 1402 با شما همراه هستیم. همتون میدونید که 15 تا سوال از درس سلولی مولکولی در این زیرگروه میاد. سوالاتش به نسبت سوالات آز 1 و 2 مقدار ساده تر و راحت تره و قابل درک تره و همین خاطر اگر شما به سوالاتش نگاه بکنید زیاد دانشجو رو به سمت چالش نمیکشونه. خب چالش براش ایجاد نمیکنه و هیچ مشکلی براش ایجاد نمیکنه. همونطور که اگر شما تحلیل هایی که حالا در ادامه قراره برای شما انجام بدیم رو ببینید، میبینید که نکاتی که آوردن نکات ساده ای هسته. شما دارید سوالاتی رو میبینید که در کنکور سال قبل اومده و واقعا از نظر من سوالات راحتی بوده، مخصوصا این سه تا سوال اولش که خیلی 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 ساده بوده و متن خود لودیش بوده و من در جزوه خودم هم بهش اشاره کردم. خب بگذاریم بریم سراغ تحلیل سوال اول. سوال اول میگه تردمیلینگ فیلامنت اکتین در انتهای مثبت آن توسط کدام پروتئین صورت میگیره؟ ببینید بچه‌ها، دو تا پروتئین داره که باعث تسریع فرایند تردمیلینگ تا 10 برابر میشن. یکی کوفیلین هستش، یکی دیگه پروفیلین هستش. البته ما تیموزین بتافور رو هم داریم. کوفیلین چی کار میکنه؟ کوفیلین میاد به انتهای منفی رشته های افکتین متصل میشه و ADPG اکتین ها رو جدا میکنه. خب اما پروفیلین چی کار میکنه؟ پروفیلین میاد به ADPG اکتین های کوفیلین متصل میشه، اونها رو میگیره، به عنوان یک گوانین اکسچنج فاکتور یا جف عمل میکنه. چی کار میکنه؟ ADP رو جدا میکنه، ATP به جی اکتین متصل میکنه و اینو میاره به سمت انتهای مثبت. یه پروتئین دیگه هم داریم به اسم تیموزین بتافور که تیموزین بتافور به عنوان منبع ATP جی اکتین ها عمل میکنه و این ATP جی اکتین ها رو یه جایی ذخیره میکنه تا در مواقع لزوم که ما نیاز به هسته گذاری و ساخت یا پلیمریزاسیون رشته‌های اکتین داریم، اینها رو آزاد بکنه و اینها پلیمریزه بشن و رشته‌های اف اکتین رو بسازن. بنابراین با توجه به توضیحاتی که من خدمت شما دادم، جواب سوال اول میشه گزینه الف. سوال دوم میگه در حین اگزوسیتوز کدام یک به عنوان تی اسنر در قشای پلاسمایی شناخته میشن؟ ببینید بچه‌ها، وی اسنر روی قشای وزیکول قرار داره و تی اسنر روی قشای هدف که حالا در اینجا قشای هدف رو قشای پلاسمایی قرار داره. ومپ به عنوان یک وی اسنر هستش که در قشای وزیکول های اگزوپلاسمی قرار داره و اسنپ 25 و سینتاکسین یا سینتاکتین به عنوان تی اسنر در قشای هدف وجود دارن که اینجا قشای هدف قشای پلاسمایی هستش. با توجه به این توضیحات من جواب میشه گزینه ب. سوال 3 میگه نسبت دی ان ای به پروتئین در کروماتین چقدر هست؟ ببینید در کروماتین 50% دی ان ای 50% پروتئین، پس نسبت میشه 1:1. جواب میشه گزینه الف. سوال 4 میگه تمام موارد زیر در مورد قشای سلول صحیح است بجز. گزینه اول میگه گلیکولیپیدها 2 تا 10% کل لیپیدهای قشا رو تشکیل میدن. بله، نص صریح لودیش هستش که گفته گلیکولیپیدها 2 تا 10% کل لیپیدهای قشایی رو تشکیل میدن. سوال ب، گزینه ب میگه گلوکوزیل سربروزید ساده ترین گلیکو اسفنگولیپید هستش. ببینید بچه‌ها، من مراحل ساخت اسفنگومیلین ها رو اگر برای شما توضیح بدم، ابتداءً در قشای شبکیه اندوپلاسمی پالمیتوئیل رسمی متصل میشه و یک ساختاری رو ایجاد میکنه به نام اسفنگوزین. مجدداً در همون قشا یک اسید چرب دیگه میاد به اسفنگوزین متصل میشه، به واسطه پیوند آمیدی متصل میشه و یک ساختاری رو ایجاد میکنه به نام استرامید یا ان اسیتیل اسفنگوزین. این در قشای یاد. ان اسیتیل اسفنگوزین یا استرامید زمانی که ساخته شد میره به سمت قشای گلژی. در قشای گلژی به استرامید سر آبدوست یا قند متصل میشه. اگر سر آبدوست که میلین هست کولین هستش متصل بشه، اسفنگولیپیدی که ما داریم اسفنگومیلین هستش که 85%
ارزم به حضور شما اسفنگولیپیدهای بدن رو اسفنگومیلین ها به خودشون اختصاص میدن. اما اگر به سرامید قند متصل بشه، بسته به اینکه قند ما چی باشه اسامی مختلفی داره. اگر قند ما یه قند ساده مثل گلوکوز یا گالاکتوز باشه بهش میگیم گلوکوزیل سرپروزید یا گالاکتوزیل سرپروزید یا گلوکوز سرپروزید یا گالاکتوز سرپروزید. اگر قند ما یک یا دو زنجیره قندی باشه بهش میگیم گانگلیوزید و اگر قند ما یک یا چند زنجیره قندی باشه بهش میگیم گلوبوزید که همون شاخصهای گروه خونی هم از نوع گلوبوزیدها هستن. پس با توجه به این توضیحات من جواب گزینه ب هم درست هستش. گزینه دال هم میگه کلسترول نقش ساختاری در قشای سلول داره، درست هستش. اما گزینه جی میگه در اسفنگومیلین زنجیره اسید چرب توسط پیوند استری به اسفنگوزین متصل میشه، همونطور که در توضیحات هم گفتم توسط پیوند آمیدی متصل میشه. پس جواب میشه گزینه جیم، چون سوال گفته سه تا گزینه صحیحه، یعنی گزینه الف، گزینه ب و گزینه د صحیحه، اما گزینه جیم با توجه به توضیحات من غلطه. سوال 5 رو هم من جوابش رو در توضیحات سوال 4 خدمتتون عرض کردم. گفته اسفنگولیپید ها در کدام اندامک سلولی سنتز میشن؟ ببین مراحل اولیه سنتز اسفنگولیپید ها در قشای شبکه اندوپلاسمی هستش، اما مراحل پایانی اونها در دستگاه گلجی هستش. پس جواب میشه گزینه دال. سوال 6 میگه در وزیکول های پوششی با پوشش کوپتو، در وزیکول های پوششی با پوشش کوپتو، سعی کردم این مقدار زومتر بشه که شما راحت تر سوالات رو ببینید. کدام نقش ATPase داره؟ ببینید بچه‌ها، وزیکول هایی که پوشش پروتئینی اونها کوپتو هستش، ATPase مونومری که اونجا فعالیت میکنه سار1 هستش. اما وزیکول هایی که پوشش پروتئینی اونها کوپ1 یا AP کلاترین هستش، ATPase مونومری که در ساخت اونها نقش داره RF هستش. با توجه به این توضیحات من جواب میشه گزینه 2. سوال 7 میگه در تقسیم سلولی میتوز همکاری کدام پروتئین ها حلقه انقباضی رو در مرحله تلوفاز ایجاد میکنه؟ البته در مرحله تلوفاز نیست، در گذر از ارزم به حضور شما تلوفاز در انتهای تلوفاز هستش که حلقه انقباضی یا همون کانترکتینگ رینگ جنسش از اکتین به علاوه میوزین به علاوه فورمین هستش. یعنی فورمین میاد و باعث تشکیل اکتین و در ادامه میوزین میشه. حالا خودش مکانیسم خیلی زیادی داره که کمپلکس CPC رو میبره به سمت میکروتوبول قطبی و در اونجا قرار میده. CPC سنترال اسپندیلین رو به کار میگیره، سنترال اسپندیلین رو فرا میخونه، فورمین رو فرا میخونه، رو فرا میخونه، رو هم فورمین رو فرا میخونه و فورمین هم اکتین رو فرا میخونه و باعث هسته گذاری اکتین رشته‌ای میشه و در ادامه یک کار دیگه هم میکنه و باعث فعال شدن میوزین میشه. و بنابراین جنس حلقه انقباضی یا کانترکتینگ رینگ که در ادامه باعث سیتوکینزیس میشه از اکتین به علاوه میوزین شماره 2 هستش که در اینجا فورمین هم بهش کمک میکنه. پس جواب سوال 7 هم میشه گزینه الف. سوال 8 میگه افزایش غلظت کدام یون در ماتریکس میتوکندری موجب افزایش تولید ATP میشه؟ افزایش یون کلسیم هستش. افزایش یون کلسیم هستش که به فعالیت آنزیم هایی مثل پیروات دهیدروژناز، آلفا کتوگلوتارات دهیدروژناز و سیترات دهیدروژناز خیلی کمک میکنه. سوال شماره 9 میگه تمام موارد زیر در مورد پراکسیزوم صحیح هست بجز، یعنی سه تا گزینه صحیحه، اون گزینه‌ای که غلط هستش شما میخواید. ببینید بچه‌ها یه سری نکات هستش که شما باید در مورد پراکسیزوم بدونید. البته من سعی میکنم که این نکات رو به صورت یک سری هایلایت هایی در یک پستی خدمتتون عرض بکنم، چون پراکسیزوم خیلی مهم هستش. ببینید بچه‌ها، پراکسیزوم پروتئین هایی که وارد پراکسیزوم میشن به صورت تاخورده وارد میشن. اکثر پروتئین هایی که وارد پراکسیزوم میشن دارای یک توالی سیگنال در انتهای سی ترمینال خودشون هستن که بهش میگن PTS1 که 3 اسید آمینی هستش، 3 اسید آمینو اسیدی هستش که شامل استرین، لیزین، لوسین هستش، SKL. و این پروتئین ها زمانی که وارد میشن توالی سیگنالشون برش نمیخوره. اما بعضی از پروتئین ها، خب از مثال هایی که میتونیم از این پروتئین ها بزنیم میتونیم به کاتالاز اشاره بکنیم که کاتالاز میاد H2O2 رو تجزیه میکنه.
اما بعضی از پروتئین ها دارای توالی سیگنال در انتهای انترمینال خودشون هستن که این توالی سیگنال بعد از ورود به پروتئین برش میخوره و به این توالی سیگنال میگن PTS2. PTS1 توسط یک پروتئین شناخته میشه به نام PEX5 و PTS2 توسط یک پروتئین شناخته میشه به نام PEX7. از پروتئین هایی که دارای توالی سیگنال PTS2 هستن ما میتونیم به تیولاز اشاره بکنیم. خب این از یه سری نکاتی که حالا در فصل انتقال پروتئین در مورد پراکسیزوم گفته شده. اما در فصل انرژی سلولی یه سری نکات دیگه گفته شده که شما اینها رو هم باید به خاطر بسپارید. عرض کردم خدمتتون این نکات رو من سعی میکنم در قالب پست در دسترس شما قرار بدم. نکته اولی که شما باید در مورد پراکسیزوم بدونید فارغ از اون نکاتی که گفتم اینه که پراکسیزوم در اکثر سلول ها وجود داره بجز اریتروسیت. چرا؟ چون اریتروسیت همه اندامک‌های خودش رو از دست داده. نکته دوم، پراکسیزوم فاقد دی ان ای و ریبوزوم هستش و از ای آر منشأ میگیره. نکته سوم، آنزیم نشانه پراکسیزوم آنزیم های زیادی داره اما آنزیم نشانهش اورات اکسیداز یا اوریکاز هستش. ببینید آنزیم نشانهش اورات اکسیداز یا اوریکاز هستش. اما بیشترین آنزیم موجود در کاتالاز چیه؟ اما بیشترین آنزیم موجود در پراکسیزوم کاتالاز هستش که با چیکار میکنه؟ باعث تبدیل H2O2 به H2O و O میشه. نکته دیگه ای که باید شما بدونید اینه که پراکسیزوم در اندامک مستقلی هستش که اغلب در سلول‌های کبدی و کلیه وجود داره و در نزدیکی شبکه اندوپلاسمی هم وجود داره. چرا؟ در نزدیکی شبکه اندوپلاسمی صاف. چرا؟ چون از شبکه اندوپلاسمی منشأ میگیره. و فعالیتش هم باعث تولید حرارت و گرما میشه. حالا با توجه به این توضیحات من سوال گزینه اول میگه پراکسیزوم فاقد زنجیره انتقال الکترون هستش. بله این گزینه درست هستش. پراکسیزوم فاقد چرخه اسید سیتریک هستش. بله فاقد چرخه اسید سیتریک هست. این گزینه هم درسته. گزینه دال میگه پراکسیزوم با کمک کاتالاز H2O2 رو تجزیه میکنه. بله این کار رو هم میکنه. بیشترین آنزیم موجود در پراکسیزوم کاتالاز هستش. اما گزینه جی میگه در پراکسیزوم مقدار بسیار کمی ATP تولید میشه که این کار و این اتفاق صورت نمیگیره. پس جواب میشه گزینه جیم. سوال 10 بچه‌ها میگه در یوکاریوت ها برداشتن کدام آنزیم بر روی سنتز HNRNA اثر میذاره؟ ببینید بچه‌ها HNRNA همون رونوشت اولیه mRNA هستش که پیشساز mRNA یا پیش mRNA هم بهش میگن و این mRNA ها توسط RNA پلیمراز ردی 2 یوکاریوتی رونویسی میشه که جواب میشه گزینه الف بچه‌ها که این نکته رو هم شما باید به خاطر بسپارید. سوال 11 بریم سراغ سوال 11 میگه پیرایش سطح پایین و غیر معمول نیکروئکسون ها با کدام یک از اختلالات زیر در انسان همراه هست که جوابش میشه گزینه الف اختلال طیف اوتیسم. سوال 12 میگه کدام یک از گزینه‌های زیر بیانگر عمل اکسوماهی هسته‌ای میباشد که سوال 12 جوابش میشه گزینه ب تخریب پری ام‌آر‌ان‌ای هایی با ویرایش اشتباه. سوال 13 میگه تمام گزینه‌های زیر در مورد اجسام کازال صحیح است بجز. سوال 13 هم گزینه الف یعنی تغییرات پس از رونویسی SNRNP ها نقش داره. این جزء نقش اجسام کاژال هستش. گزینه ب هم مرکز اجتماع کمپلکس RNP هستش که این هم جزء عملکرد و کارهایی هستش که اجسام کاژال انجام میدن و گزینه جیم هم حاوی مقادیر فراوانی U7 SNRNA هستش که این هم جزء ویژگی‌های اجسام کاژال هستش. اما گزینه دال در پیرایش انتهای 5 پریم رونوشت‌های هیستون نقش دارن این کار رو انجام نمیدن. و شما باید بدونید که اجسام کاژال مرکز تجمع SNRNA ها هستش و تغییرات بر روی RNA و SNRNA هم در اجسام کاژال صورت میگیره. با توجه به توضیحات ما جواب مد نظر ما میشه گزینه د. سوال 14 میگه تمام آمینو اسیدهای زیر جزو آمینو اسیدهای ضروری هستن بجز. ببینید بچه‌ها آمینو اسیدهایی که بدن نمیتونه اونها رو تولید بکنه و از خارج از بدن تأمین میشه به اونها میگن آمینو اسید چی بچه‌ها؟ ضروری. به اونها میگن آمینو اسید ضروری
که من برای بچه‌ها یک رمز گذاشتم PV تیم هال که هر کدوم از این حروف معرف یک آمینو اسید هستش. از آمینو اسیدهای ضروری که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم که از غذا تأمین میشن لوسین، ایزولوسین، والین، آلانین، ترئونین، متیونین، تریپتوفان و لیزین هستن. با توجه به این چیزی که من گفتم جواب میشه گزینه الف. و سوال 15 میگه اختصاصیت تخریب پروتئین های خاص در روند پروتئولیز به واسطه یوبیکویتین و پروتئازوم توسط کدام یک از مواردی تعیین می شود؟ سوال میگه آقا کدوم یک از گزینه‌های زیر نقش آنزیمی دارن که میان اون زنجیره پلیوبیکویتین رو به پروتئین ما متصل میکنن که این پروتئین ما بیاد در پروتئازوم تجزیه بشه. خب آنزیمی که میاد این کارو انجام میده یوبیکویتین لیگاز بهش میگن. ما 3 تا یوبیکویتین لیگاز، 3 تا آنزیم داشتیم که نقش یوبیکویتین لیگازی داشتن. ایوان، ایدو و ایتو و ایتری که می اومدن زنجیره پلیوبیکویتین رو به پروتئین مد نظر ما متصل میکردن تا این پروتئین بره در پروتئازوم تجزیه بشه. البته اگر این یوبیکویتین به لیزین 48 متصل بشه در پروتئازوم تجزیه میشه. اگر به لیزین 63 متصل بشه بیانگر ورود پاتوژنه. اگر به لیزین 11 متصل بشه بیانگر تقسیم سلولی هستش و اگر به لیزین 33 متصل بشه کنترل گیرنده روی لنفوسیت‌های تی رو بر عهده داره. جواب سوال 15 میشه گزینه ب. خب این هم از تحلیل سوالات علوم آز 3 سال 1402. خب تحلیل سوالات سلول مولکولی به پایان رسید. سلول مولکولی سال 1402 به پایان رسید. انشاءالله در هفته های آتی ما تحلیل سوالات سال 1403 رو خدمتتون انجام میدیم زیر گروه علوم آزمایشگاهی و انشالله اگر فرصت شد باقی دروس هم ما خدمتتون تحلیل میکنیم. امیدوارم از این توضیحات من تونسته باشید نهایت استفاده رو کرده باشید. ارادتمند دکتر محسن کمانی.